سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من امیر هستم و داخل این ویدیو هم که از تامنیل تایتل متوجه شدید براتون بهترین سنسیتیویتی و این آپدیت رو بهتون معرفی کنم و که دیگه بزنید و اشغال کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید که منتظم بشه و زنگوله بغل رو فعال بکنید که تا ویدیو جدید و آموزش‌های جدید داشتم سریعتر از همه باخبر بشید. بیاین ویدیو رو ببینید و لذت ببرید. عشق کنید، یه کامنت انگلیسی حتما صحبتتون نریزه و لینک کانال تلگراممون هم لینک داخل دیسکریپشن ویدیو هست، حتما عضو بشید. عشق کنید، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها، همونطور که این پایین سمت راست حالا دارید مشاهده میکنید، اینجا سمت چپ من دارم 35 تا FPS میگیرم. اگه لایک های این ویدیو رو به 20 تا برسونید و سابسکرایب های کانال به 140 تا برسن، تا الان که 138 هستیم، به 140 تا ساب برسیم، این آموزش فعال کردن FPS روی موبایل رو میذارم براتون که بزنید و اشغال کنید. بریم داخل لون ولف سنس رو تست بکنیم و بهتون نشون میدیم. خب بچه‌ها، ما اینجا وارد لون ولف شدیم که سنسیتی رو تست بکنیم و بهتون نشون میدیم دیگه که اصلا بزنید و اشغال کنید. یه 4 میزل گرفتیم، حالا گام گرفتیم بریم که سنسیتی رو تست بکنیم. اف پی اس هم که میبینید اصلا 51 اف پی اس رو میگیرم و لحظه ادیت میدونم این خوب ادیت میزنم، کیفیت ویدیو رو خیلی براتون بالا میبرم به عشق خودتون که و آره دیگه بچه‌ها، عشق نمید عشق، حتما ویدیو رو تا آخر ببینید و به هیچ وجه ویدیو رو جلو عقب نکنید که همه چی رو ببینید و هیچ چیز از دست ندید. و اینجا که میبینید من لگ گرفتم، کامل گوشیم لگ. اینجا وست یا رو من میکردم، بله اینجا وست گوشش کردم، خیلی لگم چون کیفیت بازی رو بردم اسمود. حالا اسمود نیست، باز اینجا استاندارده. کیفیت بازی رو خیلی لگ دارم من و از یک دادم به این ستی که زدم نمره بدید حتما بچه‌ها. آره دیگه، و اگه تازه با کانال من آشنا شدی و اولین باری که داری این ویدیو رو از کانال من میبینی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن داشت که من داخل این کانال کلی ویدیو آموزشی خفن برات میذارم که ببینی اصلا اشغال کنی. وقتی این ویدیو رو میبینید اشغال میکنید دیگه. اصلا کلی ویدیوهای خفن براتون میذارم، دیدید که با این لایک که دارم برام هد یارو میذارم از بس این سنسیتیویتی خفن آجی. خیلی لایک گرفتم ولی خوب دارم هد میزنم و آره دیگه، یک سنس خیلی خفن رو پیدا کردم آوردم. از دیشب تا الان دنبال سنس بودم. اگه تا اینجا ویدیو اومدی لایک ویدیو رو حتما بکوب که خیلی خوشحال میشم با این کارت. و بچه‌ها، اگه تازه با کانال ما آشنا شدید برید بقیه ویدیو رو ببینید که کلی ویدیوهای آموزشی و گیم پلی خفن براتون گذاشتم که ببینید و اشغال کنید دیگه. بریم با یه ورود بزنیم سولمول یا رو پایین و هدشو بکوبیم. بذار ببینم. اوه یاجی، دیدی کجا خورد؟ ریاکشنتون چی بود؟ داخل کامنت حتما به ریاکشنتون رو به این لحظه بگید، حتما بنویسید. من خودم که خیلی اصلا هنگ کردم این نخورد تو سری یارو. به نظرم دیدید که از بس سنس خفنی با یو ام پی فولش شدم کلا فول هد خورد دیگه. بله بچه‌ها، عشق کنید، عشقش ما رفتم این سنسیتیو پیدا کردم آوردم براتون. و هر ایده ای داشتی داخل کامنت حتما بنویسید، من حتما ویدیوش براتون میسازم و که دیگه اشغال کنید دیگه بچه‌ها. و بچه‌ها راستی لینک کانال رو براتون دوستاتونم بفرستید. این مزخرفم که گرفت بک داد، بریم با هم بک بدیم که آف شد دیگه. با یه دست دیگه پلی بدیم و سنسورتون نشون میده دیگه. بله بریم دست بعدی رو پلی بدیم. خب بچه‌ها، اینجا ما بیایم اف پی اس بازی رو، میگم اف پی اس، این کیفیت بازی رو بیارم اسمود. بله به نظرم کیفیت اصلا فقط اسمود، ببین اصلا چه کیفیتی داره. وای دستم خورد روی مزخرف لاکروال. ولکن لاکروال رو بریم داخل بازی. پینگ هم که ریدمانه. بریم داخل لون ولف که سنس و تست بودیم بهتون با کیفیت اسمود که دیگه میدونم لگ نگیریم. خب بچه‌ها، دوباره وارد بازی شدیم با کیفیت اسمود که می‌بینید کیفیت بازیمون رو خیلی آوردیم پایین. خیلی من سعی می‌کنم با بالاترین کیفیت ویدیو رو براتون آپلود کنم. یه شاتگان لیزت هم گرفتیم که دیگه بله اصلا عشق و حال آجی. اسمود امیدوارم دیگه لگ نگیریم. می‌بینید که 50 تا اف پی اس دارم میگیرم با کیفیت اسمود. بذارین هد یارو رو بزنم بهتون نشون میدم دیگه چقدر سنس خفنه که امیدوارم هد بخوره. حالا اینم که عاشق کار موشک و آره دیگه. بذار بزنم. وای نخوردی آجی، با اسمود من لگ گرفتم، این خیلی بده. راستی بچه‌ها، لینک دونیت و یا هم حمایت مالی رو داخل کامنت ها پین میکنم، داخل دیسکریپشن هم میذارم. حتما برید اگه دوست داشتید دونیت کنید که ما بتونیم یه گوشی جدید بخریم و ویدیوها رو با کیفیت های بالاتری براتون آپلود کنیم دیگه. زدم یارو 25 تا خورد ولی خوب نمرد دیگه. بذار برم این مچو این راند دیگه یادشو میکوبم بهش به خودتون که اشغال بکنید دیگه. لایک ویدیو رو بچه‌ها بکوبید. و این اکانت من راستی دارم میفروشم، اگه خواستید حالا میتونید به نازن چی خورد و جسم حتما از یک دادر به این هدی که زدم اینجا نمره بدید. خیلی خفن زدم
و بچه‌ها داخل کانال تلگرام عضو بشید که اونجا من اکانتم همه چیزاشو گذاشتم، یک از همه آیتماش گذاشتم داخل کانال تلگرام. اونجا میتونید ببینید، حالا میتونید اگه خواستید بخرید و به خودم میتونید اونجا پیام بدید اکانتاتون اگه خواستید بفروشید بذارم داخل کانال که بقیه ببینن، حالا بیان بخرن و اینجور چیزا دیگه. کار دیگه کلا داخل تلگرام عضو بشید که اونجا عشق و حال به راه. به نازم حاجی با تا سگ ما میخوام سنسش کنیم، رفت دبلستان گرفت دارم حالا بزنم با ریدی که حاجی یخ زد، نه هم من ریدم هم اون رید. و برای اینکه این فعال کردن فیس رو براتون بذارم حتما لایک ویدیو رو به 20 تا برسونید و سابسکرایب های کانال رو به 140 تا برسونید. الان 138 تا سابسکرایب داریم اینجا، اینم که زبر پاره کرد و سابسکرایب کنید به 140 تا برسیم و به 200 البته به 200 تا خیلی نزدیکیم، 140 60 تا ساب دیگه میخوام که به 200 تا ساب برسیم. حتما ساب کنید، من تلاش خودم میکنم هر روزم براتون سعی میکنم ویدیو بذارم، فعالیتمون رو ادامه میدیم با این لگ مزخرف فعالیت میکنیم و آره دیگه عشق و حال حاجی به راه داخل کانال و کلا. فقط شما تنها کاری میکنید سابسکرایب کنید و ویدیوها رو همه لایک کنید بچه‌ها. اگه تازه با کانال آشنا شدید حتما ویدیوها رو ببینید و همه‌شون ببینید و لایک کنید. اینم مثل سگ داره فرار میکنه. بله دیگه حاجی باور نمیکنید من از دیشب تا الان دنبال این سنسیتیویتی گشتم تا اینو پیداش کردم براتون آوردمش. بله ببینید اصلا خیلی سنس خفنی حاجی. حالا تست بکنید داخل کامنت ها، حتما نظرتون راجع به این سنسیتیویتی بگید. حتما وقتی سنس تست کردید بیاید کامنت بذارید که براتون کار کرد یا نه. اگه کار نکرد حتما مدل گوشیتون داخل کامنت ها بنویسید، من برای مدل گوشی خودتون یه سنسیتیویتی مخصوص میذارم که اشغال کنید دیگه. و لایک های ویدیو رو به 20 تا برسونید که آموزش فعال کردن FPS رو براتون بذارم دیگه. FPS روی موبایل حاجی هیچ کی هنوز این آموزش رو داخل کامیونیتی فری فایر نذاشته. تنها کسی که میخواد بذاره منم. اصلا هیچ کس اینو نداره که بذاره، هیچ کی بلد نیست اینو. خودتون دیدید که میبینید و میدونید که فقط پیسی پلیرها میتونن اف پی شون اینجا نشون بدن، ولی من اومدم یه راه پیدا کردم که داخل گوشی هم میشه نشون داد و نه برنامه هست نه بند و اینجور چیزا داره نه هیچی، کلا مال تنظیمات خودی گوشی هستش. حالا برای من گوشی شیائمیه فعال کردم، حالا برای گوشی شما من فعال میکنم، هم وقتی ویدیوشو بذارم لایک این ویدیو به 20 تا برسه هم آموزش داخل ویدیویی که میذارم هم آموزش سامسونگ فعال کردن روی گوشی سامسونگ و هم شیائمی رو براتون میذارم که اصلا بزنید و اشغال کنید که همیشه اف پی اس رو ببینید دیگه. بس این یارو رو من کردم با این لگی که داشتم. بریم حالا این دست دیگه جبران میکنم، امیدوارم که کل میدم حاجی اینجا دیگه هد براتون بذارم، یه فول هد مشتی و قشنگ و عشق خودتون میزنم. اگه هدو زدم شما لایک کنید ویدیو، قول بده که اگه هد خورد یارو لایک ویدیو رو بزنید، من یه فول هد خفن میزنم، شما هم دکمه لایک رو بزنید و دکمه سابسکرایب رو هم بزنید بچه‌ها. کامنت حتما بذارید، این داره مثل سگ فشار میده. حالا من صدا ویدیو رو بستم و بله به خاطر لگی که دارم بچه‌ها من صدای ویدیو رو کم کردم، صدا بازی رو که دیگه آره دیگه. حالا ببخشید به بزرگی خودتون چون به خاطر لگ نتونستم صدا بازی رو بذارم براتون، امیدوارم که ناراحت نشید و جبران کنیم ان شاءالله. حتما حمایت کنید که یه گوشی خفن بگیرم و دیگه با صدای بازی و همه چی کلا همه چی با کیفیت بذارم براتون که اشغال کنید دیگه. و کیفیت ویدیو بچه‌ها دارم خیلی خفنش کنم بالاش میبرم، حتما داخل کامنت ها از 1 تا 10 به کیفیت ویدیو هم نمره بنویسید، کیفیت ویدیو بعد از 1 تا 10 یه نمره حالا بهش بدید چون خیلی به نظر خودم خوبه. وستشو کندم بچه‌ها، من فولشو میزنم، شما هم یه دونه لایک بزنید و سابسکرایب کنید، قلب کنید داخل کامنت ها حتما برام بذارید، عشق منید. اوف حاجی اینم عشق خودتون، اگه لایک نزدید نامردی دیگه. بریم داخل لابی که سنسیتیو بهتون نشون بدم، بزنید و اشغال کنید دیگه. بچه‌ها این بود از این ویدیو، چیز دیگه نمیمونه، بریم سنسیتیو بهتون نشون میدم دیگه. بله بچه‌ها این سنسیتیویتی که میبینید جنرالش روی 138 و اینجا ردات روی 131، اسکوپ 2 روی 92، اسکوپ 4 هم روی 140، سنایپر اسکوپ هم روی 159 و فری لوک هم 135. خب بچه‌ها این بود از این ویدیو، چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک ویدیو رو بکوب، دکمه سابسکرایب رو بزن، یه زنگوله بغل رو فعال بکن که تا آموزش بعدی رو داشتن از دستش ندی و ببینی و اشغال بکنی دیگه. یه کامنت انگلیسی حتما ظرف نریزه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید.